خاطر یک لقمه نان نکو خواهر من، برادر من، خواهری که در تیک تاکی، برادری که در تیک تاک و اینستاگرام هستی، برای دنیای زودگذر، برای پولی به ارزش دنیا خود را نفروش. این دین تو قیمت دارد. یک جان چه متاعی است که فدای الله بشود؟ اونهایی که فقیر بودن هم مردن، اونهایی که غنی بودن هم مردن، اونهایی که لباس فاخر می پوشیدن هم مردن، اونهایی که لباس مندرس کهنه هم می پوشیدن مردن، اونهایی که حکومت کردن هم مردن، اونهایی که در خسکفه ها زندگی کردن هم مردن. این دین ارزش دارد. برای یک لقمه نان دیدم مردم دنیا را که ذلیل خود را کردن، همه چیز را فروختن، شرف، عزت، همه را.